برادرم و خواهر موحدم، بارک الله فیکم، اگر من ساکت بمانم و تو ساکت بمانی، پس چی کسی میخواهد که جاهلان را راهنمایی بکند؟ پس همین است که زمان اهل حق از بیان باطل ساکت و خاموش شدند، اهل باطل گمان کردند که آنها حق هستند. بیایید همه یک جایه توحید را نصرت بدهیم و توحید را نشر بکنیم تا که از جمله نصرت دهندگان دین الله و از جمله نشر کنندگان توحید باشیم. بارک الله فیکم. فيا حبذا روح لها ونعيم